فن خداشناسی عالی‌ترین و مهمترین فن در حیات انسان است. ایمان به خداوند این حس عمیق آرام بخش و تولید کننده خوشی‌ها در قلب انسان و اینچنین دوای یگانه برای بیماری‌های روح و روان آدمی است. در قلب انسان خالگی هست که آن را به جز شناخت خداوند هیچ چیز دیگری پر کرده نمی‌تواند. در وجود انسان تشنگی هست که به جز آب توحید و عرفان آن را چیز دیگری برطرف کرده نمی‌تواند. هر که از درس‌های ایمانی بی‌خبر ماند، حتی اگر 10 دیپلم را با بهای اعلا نائل گردد، دانشش سطحی بوده در میزان خداوند بی ارزش است. هر که از ایمان و اعمال ایمانی دور باشد، به هیچ وجه زندگیش را خوشرنگ و خوشبو ساخته نمی‌تواند. هر که خدا را شناسد، خود را شناخته است، زندگی را شناخته است، حقیقت زندگی و مرگ را شناخته است و هستیش معنی پیدا کرده است. کسی خدا را نشناسد، نه خود را، نه زندگیش را، نه عاقبت کار خود را دانسته است و دوتاز روزگارش معنی ندارد. بود و نبودش برابر است و وجودش عدم است. شخصی که خدا را نمیشناسد، پیش از مرگش مرده است و پیش از این که او را در قبر گذارند، وجودش چون قبر است. بدون معرفت خدا، انسان همچون شخصی در صحرا راه گم زده است. معرفت خدا آرامش و آسایش است و غذا و درمان برای روح و روان است. روان انسان به شناخت خداوند تاریک است و قلب در تنگه است و زندگی عبارت از تاریکی پهن و دور و دراز است. چه دانش و چه فهمش است آن فهمی که صاحبش خالقش را نشناسد. چگونه عاقل و دانا گفته شود شخصی را که راه رسیدن به خدا را پیدا نکرده باشد و یا پیدا کرده باشد و آن را نپیماید. نفری که برای آینده ابدی خود آمادگی نبیند، مگر میتوان آن را عاقل گفته شود؟ هر که معرفت خدا و طاعت و عبادت او تعالی را انتخاب کرده باشد، سعادت و آرامش و خاطر جمعی را یافته است. هر که از شناخت و عبادت او تعالی روی گرداند، همیشه در دلتنگی، پریشانی و آوارگی قرار گرفته به هیچ راه و دوای از این تاریکی برآمده نمیتواند. مگر از همه روزه خودکشی ثروتمندان بی خدا در عالم غرب نشنیده اید؟ چرا با داشتن آن همه مال و جاه و شهرت باز به این عمل روی می آرند؟ مگر این دلیل بر این گفته نیست که آرامش و آسودگی قلب در شناخت خداوند است؟ مگر این دلیل بر آن نیست که معرفت خدا یگانه چیزی است که زندگی را رنگ و بوی خوش می بخشد؟ مگر این پدیده بر عظمت نعمت ایمان دلالت نمی کند؟ برادر گرامی و خواهر عزیز، آیا بار تأمل کرده ایم که این ایمانی که خداوند برایمان عطا نموده است بزرگترین نعمت در هستی است؟ مگر بار اندیشه نموده ایم که این ایمان و شناخت خدا نعمت است که حتی اگر همه دارایی دنیا از آن ما باشد و آن را در برابر این نعمت گذاریم، آن همه هیچ است؟ برادر و خواهر گرامی، مگر بار این معنا را از صمیم در اعماق قلبت احساس کرده ای؟ بنده هستی که خداوند برایت خیلی لطف کرده است و تو را با فضل و کرمش از اهل ایمان گردانیده است. ای برادری که از زمره مؤمنان هستی، ای خواهری که از اهل ایمان هستی، ای بنده مؤمن، هر کجا هستی، در هر شرایط و حالت قرار داری، آیا میدانی که از بندگان گرامی آفریدگار آسمان ها و زمین هستی؟ آیا آن وقتها که خدا را برای نعمت فرزند، مال و خانه، سلامتی و دارایی شکر میگوییم، شده است که برای نعمت ایمان نیز از صمیم شکر گفته باشیم؟